corazones huérfanos. مراد؟ روحیه؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو خودت در اینجا چی کار میکنی؟ من با تو باور داشتم، باور کردم. روحیه گوش کن، من با تو همش رو میفهمم. چی رو میفهمونی ها؟ چی رو؟ توی رو میگویم زودتر کنیم. البته آسیا، تو چی فکر داری دخترم؟ هر خیری که خودی شما میخواهید. این خیل کارهای خوب را زودتر باید اجرا کنیم، همینطور نه؟ راست میگوی جناب بشر. دور و دراز نکرده در حال نکاح را کنیم. حرمتشان را داریم. مبارک شود. مبارک شود. و شما هم مبارک شود. به روحیه باید زنگ زدم. حتما یکون کار کرده به او زنگ زدنم در کار. ببخشید مرا، یک لحظه من دستمال رو آرم. نه زحمت نکشید. رفته دست رویم را هم یک باره میشویم. بیا پسرم، همون رو به تو نشان دهم. سلامت باشید. آقای داماد با کجا؟ رفته دست رویم رو شویم. هموم اینجاست. مایلش خاله جان، من حاضر می آیم. روحیه؟ آمدی دخترم. چرا اینقدر بی‌حال می‌نمایی؟ احوالت خوب است؟ نه، خوب هستم مادر جان. هوا خیلی گرم است. برای همین دست رویم رو بشویم می‌آیم. میلش؟ تو دست رویت رو شسته به بالا بیا. حاضر نکاح میکنند. آسیه رو تنها نگذار. چی نگاه داری؟ زود باش. شما نمی‌آیید؟ در آشخانه کمی کار دارن. تمام کنم میآیم. مادر جان، در آنجا موش است، نگاه کنی کنید. در کجا؟ انا در آنجا. انا در آنجا هیچ چیز نیست دخترم. نیست؟ به فکرم، به نظرم نمود. میلش، من در آشخانه، تو هم بیا. تو چی کار کردی؟ اکای حمدی آدم شیخ سمیر زنگ میزند. میپرسد که دختر رو کی میارید. با او چی گویم؟ بعد از 3 روز گوی یا گوشک رو با من ده. الو، ها که من حمدی. بعد از 3 روز دختر رو آمده از سرحد بگیرید. نه یکم مشکلی نمیشود. سلام ما رو به شیخ رسانید.
روحیه بیو با من کمک رسون. روحیه ندارو اونجا بند است. خوبو لیکن در محکم نیست که در نظرم اومد مایلش تو درو. این کجا شد؟ زنگ زدن در کار. از کجای اوبام؟ تلفن. این گردنبند را از کجا یافتی عملی؟ یک کاری تو چی از کجا یافته باشم؟ تو با من فقط نرخش را بگوی. یک لحظه ایست. زودتر باش. تو باز چی میخواهی استای زرگر؟ با من نزدید لیکن همسری من میشه؟ بله نشونیدم؟ بله 10 مرتبه و 100 مرتبه بله. چی شد حمدی؟ کجا شده؟ مراد در کجا؟ وای نو در همون بود. من با تلفن گپ میزدم به فکرم برآمد. من هم حضور رو میکوبم. یا بلا از دست یکم کار نمیآید. رفتم زودتر رفتم. الو روحیه مراد کجا شدی تو؟ چند روز با زنگ میزنم با زنگ هایم جواب نمیدیهی. بسرم چی بلاهایی که اومد اگر میدونستی. الو مراد مرا میشنوی؟ الو مراد گپ زن. گپ زن مراد. دختر را انتظار نکن. همش رو نقل کن. گپ زن. شما کی هستید؟ مراد چی شده ایستاده است؟ مراد گپ زن. تو در کجا هستی؟ گپ زن. این بازی را به آخر رسان. نامزد شدنت را. حقیقت را به او گپ زن. گپ زن. گپ زن. مراد راست است این گپ. با تو میگویم این گپ راست است. مراد دختر را زیخ نکن. همه اج را به او گپ زن. راست است. من امروز با دیگر کس فاتحه کردم. چه خیلی کارو کرده میتوانی؟ گپ زن.
تو چه خیلی میتوانی این کارو کنی؟ روحیه گوش کن، من حاضر همش رو میفهمونم. جناب، هر کاری که میخواهید بکنید، اما اجازه دهید با او همش رو فهمونم. کسی که به من کاری نادرست میکند جوابش رو میگیرد. این دفعه بخشیدم، مراتبه دیگر هرگز نمیبخشم. اول تو را و بعد او را میکشم. مراد، چرا این کار را کردی؟ چه خیلی توانستی چنین کنی؟ گذار داماد، گذار. اکنون گویا که هیچ چیز نشده باشد رفته با نامزدت آواره شد. خودت را نشان ده. خدایا این چی میخواسته باشد؟ الو، لبه استاد سرگر. راست ما این رو اجرا کنیم. بله البته. من هم خیلی فکر میکنم. البته. خوب هستی؟ من مثل که خسته شده ای. راستی گپ خوب نیستم موسیا. چرا؟ با تو چه خیلی فهمونم نمیدونم، لیکن ما امروز می رویم، تو در اینجا میمونی. از تو دور بودنم مرا غمگین میکند. وای، من یک خودم رو بینم. خاله، از روحیه یگون خبر هست؟ روحیه آمده بود، تو رو ندیدی؟ نه. خدایا، من دستوریم رو میشیم گفت. من فکر کردم یک دیگر رو دیدید. نه خاله، من روحیه رو ندیدم. تمامی کمبودی ها را البته حل میکنیم. انشالله توی را خوب میگذرانیم. انشالله. جناب شما را یک دقیقه ممکن؟ با اجازت شما. چه شد حمدی؟ استاد زرگر زنگ زده بود. از همه خوبش من یک زنگ زنم. زنگ زن. یه ملی را به انبار برند. تو با پایان رو و ماشین را آماده کن. من کمی بدتر می آیم. گردنت خالی مانده است؟ گردن بندی گرفتم را چرا نمی بندی؟ یا اینکه به تو معقول نیست؟ نه جونم، مگر این خیلی می شود.
چرا معقولم نیست؟ راستی گپ پوشیده بودم لیکن با لباسم نظر بید برای همین برآورده موندم. اگر این خیل باشد هیچ گپ نیست. من آسیه رو بینم. خاله به زنگم جواب نمیدهد. یا خدایا این دختر کجا شده باشد؟ یک کاری ضرور برام از رفته باید حل کنم. شما هم بیهوده نگردید، بر وقتتر برایید. چشمتان رو از این بچه نکنید. خواطر نباشید. خیر میلش. اینقدر بی‌طاقت نشوید، نمیشنود، برای همین نمیبردارد. هیچ چیز رو نمیفهمم. تو اینجا اومده چرا برگشته رفت؟ انیخ چی گپی شده است؟ اکنون به ما اجازت دهید. هنوز بر وقت است. باز کمی انتظار شوید. راه مسافران خیلی دور است. مجبور کرده وقتی آنها را نگیریم. میرویم جناب. مرحمت. چقدر این کارو با من رو دیده توانستی؟ من با تو باور کردم مراد، باور کردم. برای چی این کارو با من کردی؟ بعد از 2 روز باز وو میخوریم. خوش آمدید. با دقت باشید. راهی سفید. سلامت باشید. خوش آمدید. در زیر نظارت هستی. با عقل باش. موسی پسرم، خواطر نشو. تا توی آسیا به ما امانت. بعد از 2 روز آسیا به تو امانت می شود. جناب اگر این طور باشد امانتم را خوب نگاه کنید. تو غم نخور. آسیا، من حاضر می روم، لیکن بعد از 2 روز آمده تو را هم می برم. خودت رو احتیاط کن میلش. تو چیزی هم نمی گویی؟ در امان خدا باشید. راهی سفید. در توی آدمی زیاد می آید. تو بیهوده گردی نکن، فهمیدی؟ با دقت باش. برای اوسیه داماد و اویله خوب رو پیدا کردید. خدا از شما تا ابد راضی باشد. مریم، آسیا نه تنها دختری تو، دختری ما هم هست. بله، ما تنها خوشبختیش رو میخوریم. از شما میندارم. شما به کجا میروید؟ یک کار برآمد، با هم رفته میبینیم. چی کار بوده است؟ نمیدونم، رفته میبینم. تو خواطر نشو. میلش. مرحمت جناب. میرویم.
من با خونه میرم. مالش. روحیه چند ساعت شد در کجا هستی؟ ما را خواطر کردی؟ در خونه. روحیه است؟ برای چی به تلفن جواب نمیداد؟ مادرت از تو خفه شد گوید. مادرم به تو امانت آسیه. خیلی پشیمانم. تو چی ها گفته ایستاده روحیه؟ با خود بیا. چی میگوید آسیه؟ خیال هایم را، امید و آرزوهایم را، همش را به مثل لیلی در این دنیا گرانده میروم. خداحافظ. روحیه مرا انتظار شد. روحیه مرا گوش کن. آسیه؟ آسیه چی شد؟ روحیه. آسیه چی گپ شد؟ آسیه چی شد؟ روحیه مرا گوش کن. خانم انیخ چی گپ شده است؟ ایستید. باید به خونه میروم. آسیه ایست آسیه. چی گپ شده است خانم؟ انیخ چی گپ شده است؟ زودتر روندن میتوانین؟ من سراسیمه هستم. مایلش کن. چی کار کردید؟ من چی خیلی میروم. من از کجا میدونم؟ خودتون مرا سراسیمه کردید. بازیر یک دم است چورش رو میوبم. من انتظار نمیشوم. روحیه. همسری من میشی؟ روحیه اگر تو روزی شدی من تو رو ملیکه این قصد میکنم. چشمان ندارک شده به من نگر. مگر اویله شما از من داماد بهتر افته میتون؟ به تو باور داشتم، باورت کردم. از این شرمندگی مردم بهتر. خدایا مرا ببخشا. روحیه درو کشو. روحیه
جنابکار با تو باور کرده زمینم را امانت دادم. گردنبندی همسرم در دست تو چی کار میکند؟ پنهانی از من چی کار میکنی ها؟ من پنهانی یکان کار نکردم. همسری آرهانی مفلیس مریم آورد این گردنبند رو باید زید. راست میگوی ابله؟ راست میگویم، مرام هم راست میگویم، هر دو چشمم کور شود هم راست میگویم. حمدی مریم رو زنگ زن، از خانه نبراید، گویی که جنابی بشر با تو گپ دارد. خوب شد است جناب. الو با تو باور میکنم دیوانه نیستی که به من دروغ گویی. کشایت مالها بر راه برآمدند. پگاه از سرحد میگذارند. خوب، اکنون دفع شو از نظرم. خوب شده است. تشکر به شما. رویا چشمانات رو کشه. رویا من در همین جایم در نزد. رویا بیا جانم. با شما چی شد رئیس؟ که شما رو به چونین حال آورد؟ گپ زدید رفتن دهان و بیدیش رو بشکنم. بیهودگویی نکن چینگیز. گردنبندی که خانم مریم آورده از گردنبندی همسری بشر بوده است. من با آنها چخیل بازی کردن رو نشان میدیم. آوردی چیزهای گفتگیم رو؟ آوردم. اگر من رفته و دختر را از آنها نگیرم نام من یملی نیست دیگر. خوب کن. آهسته. اگر در وقتش نمی اومدم تو را نجات دادن نمی توانستم. کاش نجاتم نمی دادی و می مردم. هم از من و هم از کودکم خلاص می شدیم. رویا تو چی ها میگویی؟ چی خیلی باز کودک؟ دیشب در بیمارخانه فهمیدم که من حامله دارم. مراد چی؟ از کودک خبر دارد؟ با من مراد نگوی. چی شد؟ در خونه بودم زنگ زد. همش بازی بوده است و حاضر با یک دختر دیگر نامزد شدنش را گفت. مرا و طفل تولد نشدهش را ترک کرد. روحیه تو خانه دار نشده چه خیلی حامله دار شدی ها؟ خیلی زیاد دوست داشتم آسیا، خیلی زیاد. اکنون خیلی پشیمانم و خیلی شرم دارم. اکنون من با جای آرزوهایم یک تاریکی به آخر را انتخاب کردم. خاموش. آخر هر یک کاری تاریکی روشنی خود را دارد میگوید. ما کاری کرده راهی حلش را بیابیم. حتما بیابیم. خانم مریم، آقای بشر تو را انتظارند.
ба хонум Оиша ҳамин хел дод зан ҷаноби Башар дандонҳоятро мекунад. ҷои ба ман гап нишон додан, аввал ба оғои Башар ҳисоби нони хурдаатро де. تو زن را همین قدر حرمت میکنی ها؟ اما جناب خاموش باش دیگر نبینم. خیز مریم. مریم امروز یک چی شنیدم راست دیگه باور نکردم. در باره تو فکری بد کردن نمیخواهم. چی شد جناب؟ گردنبندی که به همسرم تحفه کردم زرگر از یمنی گرفته است. خودش گفت. من هم یمنی رو دیدم. یمنی باشد تو دزدیدی میگوید. به راستی باور نکردم. از خودت پرسم گفتم. من ندزدیدم جناب. میدانم با تو باور میکنم اما یمنی میگوید که تو به او دادی. راست من دادم لیکن ندزدیدم. از یملی قرضدار بودین به همین خاطر دادم. یعنی قرضداری گفته گردن بندی همسرم رو فروختی؟ همین طور؟ مریم این توفه جنابی بشر بود. به هیچ کس نگو نفرماند. التماس میکنم مینش. ندزدیدم جناب. پس چی کار کردی؟ چی کار کردی؟ با تو میگویم چی کار کردی؟ من دادم و من حدیثه بسرش اومده رو نقل کرد. گردن بند رو من به او دادم و شما گفتنی بودم. متاسفانه از من پیشتر دیگر خلوانو درست فهمیدید. جناب بشر مرا ببخشید. مریم التماس من بخشش میپرسم که تو رو به این احوال آوردم. گیر این روی مال تو هست. تو برو من با جناب بشر گپ میزنم. لعنتی زنک لعنتی با من بازی میکنی ها؟ بازی میکنی ها؟ وای دختر تو رو گرفته از دست به دست ندهم. نام من هم یملی نباشد. مرا دیگر یملی نگویند. روحیه چی درد داری دخترم؟ چی شد با تو؟ خوب هستم مادر جان. هیچ چیز نشده از کمی ناراحت شدم. مادام که حالت بد شد برای چی هیچ چیز نگفته برآمده میروی؟ شما رو غمگین کردن نخواستم مادر جان. تو برای چی مرا انتظار نشده از خانه میروی؟ شما قصد به جان من دارید؟ من همه برآمدم که جناب بشر مرا به نزد خودشون جیغ زدن. چرا؟ چی گفتند؟ هیچ چیز نی. یگون چیز نشده است. من رفته یگون چیز پخته تیار کنم. دروغ گفتن حل کار نیست روحیه. حقیقت یک اساسی است که یک روز نه یک روز روی آب میبراید. همه این حدیثه رو از خودی تو شنوند بهتر نیست مگر ها؟ چه خیلی همه این رو با مادرم میگویم اوسیه. من نمیخواهم که این شرمندگی رو مادرم فهمند. حامله بودنت رو تو کجا پنهان میکنی؟ به فکرت آنها نمیفهمند مگر؟ من این کودک رو اثبات حمل میکنم. یک گناه رو با گناهی دیگر تازه میکنی همین خیلی؟ آفرین به تو روحیه. آفرین. روحی دیگر ندارد اوسیه. روحی برآمد از این مشکلی بسیار است. تنها خواهیش لازم است و تمام. همین خیلی فکر میکنی؟ برای همین خیلی فکر میکنم. گوش کن. اکنون تو تنها جان خودت رو در دوش نداری. یک جان دیگر نیز به دوش تو گذاشته شده است و تو نباید این خیلی رفتار کنی. اوسیه بیو با من کمک رسون. آمدم. از من یگون چی پنهان کرده باشید؟ زود بگو. چی نگاه داری اوسیه؟ یگون چی باشد گپ زن.
خاله راستی گپ کی باشد؟ یک ساعت شد چرا در را نمیگشایی؟ شدم کن نمیبینی؟ زبونت دراز شده است. مرا زنید. یک طرفیست. گرسنه‌ام یگانچه بیار. زود باش. نخورده کفی. چیزی گفتی لعنتی؟ با تو چی کار دارم؟ اوسیه رو گفتم. رو زودتر با من یگانچه پخته بیار. تو به نزد روحیه رو. اون نفهمد اینجا بودنش رو. خوراک پخته بعد میگویم. اوف مریم، عمرم رو برباد دادی. پدرم اومدند. روحیه خالم درباره تو زیاد سوال دادن. چیزهایی که تو گفتی با باوری نیست. هیچ چیز نگفتی ها اوسیه؟ نگفتنی بودم که پدرت اومدن. نتوانستم گفتن. التماس اوسیه، التماس با مادرم هیچ چیز نگویی. روحیه تا کجا تو پنهان میکنی این رو؟ تا اون وقتی که پنهان کرده میتوانم. داو جانبر داو زودتر داو جانبر داو یگان کس در را کشاید. زودتر جانبر زودتر در را کشاید گفتم. کجا شد این زنک؟ زنک همه کار رو ویران کرد. آمدم آرام شوی. آمدم اوه یملی درها با زیارت پدرت اومده. دستم رو بوسه کنی. گیر دستت رو گیر. با من روحیه رو بیاره. چگل باز روحیه؟ دختر رو گرفته بودی کو؟ تو در خونه من چیکار میکنی؟ زود بر اومده رو از اینجا. مرا گوش کن خانم. فکر کردی که با گردنبند میدوزی کارت رو محکم میکنی ها؟ مرا عصبی نکنه. رفته زود روحیه رو با اینجا بیاره. چگل گردنبند؟ زنی لعنتی؟ از من بخبر. چی کارها میکنی تو؟ زنک؟ چی کار میکنی تو؟ باز چی شده؟ مرا عصبی نکنه. زود روحیه رو با اینجا بیاره. اوسیه زود بیاره. روحیه رو با اوسیه اینجا آواز بیاره. اون مرد است. زودتر گفتم. وای برای بردن من اومده است. التماس مرا تنها نگذار. اجازت نده که مرا ببرند. روحیه تو غمشو نخور. من تو رو تنها نمیگذارم. یگو روحش رو میابم. بیاشین بیا. انیق برای بردن من اومده است. اوسیه التماس مرا تنها نگذار. نه ترس. یگون روحش رو میابم. گفتم کو تو از حجره بیرون نبرو. مرا فهمیدی؟ خوب رفت. درست کش. میکشم تو رو لعنتی. میکشم. من مادرم دخترم رو نجا دادم. تو چه خیلی پدر هستی که او رو فروختی؟ دادوایتون رو بس کنید. بعد رفتن من جنجال میکنید. رفتن زود دختر رو بیاره. چنگیز رو حجره ها رو ببین و دختر رو گرفته بیار. دخترم رو با کسی نمیدیم. در اینجا دست دور شو. اجازت نمیدیم. نمیگیره دخترم رو گفتم. رئیس تو چی کار کردی؟ رئیس نجاتم دید. چنگیز خاله نصیحت میشوی. همش خوب میشود. ببین زن،
مردی تو در حبس خانه پوشیده می روی. شما آمده به خونه ما زوری کردید. به همش خودی شما گناهگار هستید. مون یمری مون احوالش بد است. او رو به بیمارخانه بردن لازم. رفتیم. مرا گوش کن زن، دعا کن که زنده مانه. اگر چینگیز مرد تو رو به جای حبس خانه به مزار روان میکنن. رفتیم زودتر. اگر مراد چی؟ نترسید خدا خواهد هیچ چیز نمی شود. من به بیمارخانه می روم. شما همراه روحیه در اینجا مونید. من هم با تو می روم. نه روحیه، تو با خالم در خانه است. من به شما خبر می دهم. میلش آقای دکتر، یگان چیزی خطرناک نیست. از نزدیک گردش می‌داشته است. خیلی خوشحالی بوده است. خدا شفا یابد. تشکر زیاد به شما. تشکر. یملی زود شفا میابد. زنده ماند. چینگیز تو زنده میمانی. خدا رو شکر سر باشه. تو بسیار خرسند نشم. خاله جزایش رو میگیره در حبس خانه پوشیده میرود. پلیس ها آمدن. پلیس ها نزدیکان چینگیز یلماز شما هستید؟ بله سردار. دکتر میگوید که سلامتیش خوب است. عریضه‌اش رو میگیریم. گیرید سردار، گیرید. گناهکار کسی هست جزایش رو گیرد. مرحمت سردار. مریم گپی مرا گوش نمیکنی. همین خیل میشود. چی گفتن میخواهید؟ گفتنی هستید که در این کار شما گناهگار نیستید؟ کاری بد کردم مگر؟ یک شب با یافتم. دختر و مادر راحت کنید. من گفتم آدم را یره دار کن. بیزار شدم از شما. بیزار. لبه روحیه، چی گپ شد؟ زنده است یا مرده؟ خواطر نشو روحیه. زنده است. به خودم نیز رسد که احوالش خوب است. بسیار غم نخورد. شکری خدا. گوش کن، انیق زنده است. راست میگویی؟ راست میگویم روحیه. مالش من باید خاموش کنم بعد گپ بزنیم. مالش سردار، الان این شوهرش است. خانم مریم در کجاست؟ در خانه سردار. در خانه. جبر دیده از بالای او شکایت کرده است. او را باید برای بازپرسی به مرکز بریم. بله سردار، ما شکایتی هستیم. جزایش چی که باشد گیرد. پرتوید و حبس خانه پوشیده رود. سردار، خانه من یگان گناه ندارد. این آدم ها به خانه ما به زوری زده در اومدن. رفته من به شما خاله‌اش رو نشان میدم. سردار ایست. خانه من نافهمیده این کارو کرد. مادر جان، آب نوشید. با حسیه هم گپ زدم. یگون چیز نشده است. اینقدر غمگین نشوید. قریب که قاتل می شدم دخترم. در رو کشوید پلیس. خانم مریم شما هستید؟ از بالای شما نفره برای سوی قصد به جانش شکایت کرده است. شما باید حاضر با ما با مرکز روید. مادرم گناهی ندارد. مادرم تنها ما رو محافظت کردند. ایستید. خانه ما گناه ندارند. آن آدمات به خانه ما به زوری در اومدن. او راست میگوید. شما چی کار میکنید؟ از بالای او برای سوی قصد چند نفر عریضه شکایتی نوشتند. به کار ما خلل نرسانید. نبرید مادرم را. التماس نبرید. سردید مادرم را. مادرم یگو گناه ندارد. نترس دخترم. مادر جان التماس ما را تنها نگذارید. التماس. سردید مادرم را. آخر مادرم گناهی ندارند. میفهمید؟ او تنها برای مرا محافظت کردنی کارو کرد. خاله آزنک. مادرم گناه ندارد. نمیفهمید؟ آخر سردید. مادر جان. روحیه آرام شد. روحیه خودت رو به دست گیر. مادر جان. گلکم به من کمتر داردی. باز خماراش قطید. دفعه دیگر دادی. یک هفته خوب رفتم. از همون زورش دی. نبینیم.
تو در اینجا شین من حاضر می آیم میلش همش از برای شما شد خورسان شدید ها؟ آسیا نگاه نمیکنم که یتیمی چونم میزنم کی؟ میزنید بله میزنید من یتیمم کو یتیمم لیکن به صاحب نیستم صاحب یتیمون خداوند است این را فراموش نکنید بس شده بیشتر گپ نزن شما آدمتون را گپ زنید عریضه اش رو پس گیرد خالای من یکو گناه ندارن میفهمید این همش از برای شما شد orhan این یعنی یتیمی تو از قد خودش دیده کلان گپ میزنه لیکن من خفه نمیشم یمنی او را گوش نکن روحیه را گیر رو روحیه و خالم رو به حالشون گذارید چرا آنها رو به حالشون میگذاشتم؟ اگر آنها رو به حالشون گذارید اگر آنها رو راحت گذارید من با شما خونه دور می شوم یمنی این دختر نامزد دارد امروز پگاه توی می شود گوش نکن آن را از نامزدم روی می گردانم اگر شما آنها رو راحت گذارید وعده می دهم که انگشتر این رو پرتفته با شما خونه دور می شوم شدتون چیکاری میکنه کردن گیرید یک طرفیست چی میگویید؟ لیکن نغمه بازی نمیکنی ها؟ خیر باشد لیکن باشد سهر میدونم گلکا روحیه همش خوب میشود مرا فهمیدی؟ چی گپ زدید؟ خواطر نشو همش خوب می شود با من باور کن میلش چی خیل می شود؟ با من باور کن بیا رفتیم برای پس گرفتن عرضه شکایتی امضا گذارید بریا به مثل اپا و سردار داخواست نفهمیده چوری شد من هم از قهر و غضب عریضه شکایتی نوشتم اکنون حاضر عریضه‌ام رو پس گرفتن میخوام با آنها خش تباریم اپای مریم هم مرا دوست بدارد همین خیلی رئیس خدا شفا دهد آسیا این کودک بازی نیست بله گفته قبول کردی اکنون برای چی گپت رو پس میگیری تو میدان پگاه توی است من بسیار فکر کردم لیکن نشد التماس دیگر سوال ندهید من قرارم رو برآوردم چی خیلی سوال ندهم تو رو من کلون کردم من به جای پدرت بودم اکنون سوال ندهید میگویی چی خیلی سوال ندهم میلش تو رو میفهمم یک باره قرار خاندار شویتان رو گرفتیم ترسیدی اما این حس میگذرد به من باور کن گیرین انگشتری رو آرام باش گیر دخترم موسیه قرارم رو برآوردم خاندار شدن نمیتوانم فکر هم کردن لازم نیست آسیا بلا زدن مادر جان روحیه آمدم
دخترم همش گذشت. اوسیه در کجاست؟ نمیدونم، سحر دیدم نبود. انا اومد. اوسیه نگاه کن، مادرم اومدم. من در گپم ایستادم. بیا میبره. اجازه دهید خیر و خوش کنم. اوسیه گپ زن چی شد؟ صبحی بر وقت در بیرون چیکار میکنی؟ برای انگشترینگ را دادن رفتم. توی برپا نمی شود. چی کار کردی؟ اوسیه چه خیلی میتوانی این کارو کنی؟ شما پاگو خاندار میشوید. من با موسا خاندار نمی شوم. تو چی گفته ایستاده ای دخترم؟ خاله چون که من با او خاندار می شوم. شو از اینجا، تو از مادر میخوایی. خاله ایستید، آرام شوید. غصه کردی ها؟ مرا گوش کن، تو رو از حبس خلاص کردم. هر یک چیز قدر خود رو دارد. گلم با همه این راضی شد. چینا درست در اینجا. نمیدی هم دخترم رو، نمیدی هم با تو. بابا شوخی نکن. گوش کن، وعده دادی یا با خوبی میرویم یا نترس دخترم، هیچ کار کردن نمیتواند. خاله این کار برای همه من خوب در می شود، میفهمید؟ از شما یک خواهش دارم، روحیه را غمگین نکنید، او را نرنجانید. التماس از پس من نوید. خاله خواهش میکنم از شما، فهمیدید؟ میرویم. اوسیه نکن دخترم، ایستو نرم، ایستو اوسیه، اینجا بیا. رفت اینجا بیا اوسیه. دف شب گفتم اوسیه خود نرم. اوسیه نرم، اینجا بیا. را با خانه در رو زودتر سوار شد. ایستو میگویم اوسیه برگردی. اوسیه نرم، اینجا بیا. اوسیه خاله التماس دردید. اوسیه مرا آزمایشید. چه کار میکنی؟ نرم اوسیه. دخترم اینجا بیا. اوسیه مادر جان، اوسیه را باید از دست این آدم نجات دهیم. خواطر نشو، نجات میدهیم. بشر در اینجا چی واقع افتاد؟ اوسیه این رو مانده رفت، از توی دست کشید، خانه دار شدن نمیخواهد. اوسیه این طور رفتار نمی کند. من هم باور نمی کنم. فکر کن این قدر برای او فداکاری کردیم، او باشد انگشتری رو پرتافته رفت. من نمیفهمم من در کجا خطا کردم. خواستم که خانه دار شود. این گناه هست مگر؟ گناه هست؟ مگر این گناه می شود؟ شما نه تنها او رو، همه یتیمه ها رو از دستشون گرفته کمک کردید. من صاحب فرزند نشدم، لیکن او را به مثل دختر خودم دوست داشتم، به وایه رساندم. حتی داماد را از بین 10 نفر انتخاب کردم. هنیق در اینجا چه گپی هست بشر؟ آخر اوسیه خیلی دختر نیست. الو خانم آیشه، من مریم. التماس به ما کمک کنید، اوسیه را خلاص کنید. من وقتی که آدمی یولی رو کار زدم، پلیس من رو گرفته برد. من شما گفته بودم که در اینجا چه گپی هست و یمل اوسیه را با خود گرفته برده است. چی؟ بله، با روحیه گویا خاندار میشد که از برای خمار حکایه گردن بند اوسیه برای آنها رو خلاص کردند
با یمالی خانه‌دار شدن را قبول کرده است. بشر یگان کار باید بکنید. ابله به همش من گناهکارم. کاش آسیا در وقتش آمده خلاصم نمیکرد و میمردم. در وقت چی؟ تو چی ها میگویی روحیه؟ خودم رو کشتنی بودم مادر، لیکن آسیا آمده خلاصم کرد. اکنون از برای من شده در نزد اون مرد است. یگانه گناهکار من هستم. چی ها میگویی روحیه؟ خودت رو کشتنی بودی؟ روحیه گپ زن به من. روحیه برایم نگاه کن. روحی نگاه کردن ندارم مادر، ندارم. چی کار کردی که جسارتی برایم نگاه کردن نداری؟ گپ زن به من. چی کار کردی که رویم رو نگاه کردن نمیتوانی؟ اوه گلم، از روزی اول که تو رو دیدم عقل و هوشم همه وقت در تو بود. مرا به کجا آوردید؟ ماه شیرین. چی خیلی باز ماهی است؟ خاندار نشده ماهی است؟ کنی نگاهی رسمی. تو غمش رو نخور، عقل زیبات رو مانده نکن. نگاه کن، یمالی همش رو فکر کرده است. مولا رو جیغ زده همین که نگاه کردیم زود به یک دیگر میرسه. انا اومد. مرحمت خوش آمدید تا مولا، خوش آمدید. از مولا گذارید. مرحمت کنید. گذشته شینید. مرحمت کنید. نکاح موقتی کنید مولا، نکاح غیر رسمی. نکاح موقتی؟ این چه خیلی نکاح است؟ تو رسما نکاح نکنید اجازت نمیدیم. گلکا، این نکاح رسمی وقتی بسیار میگیرد. همینطور ندو مولا. بیا زود آغاز کنیم. کنی شین سر دهید مرا، سر دهید. تو چیکار میکنی گلکم؟ تو چیکار میکنی؟ عقلت رو مگر خورده ای؟ پارتا تپانچه رو. از اونه که این خیلی ناموسم را از دست میدیم، مردنم بهتر است. گوش کن دخترم، نکاح موقتی میدونی چی؟ اگر یک قدم دیگر به پیش آید میدونی چی؟ شما را میپرانم. مهلش دخترم، مهلش. گلم جون گوش کن، آرام شو. تپانچه‌ات رو پارتای شیشته گپ زنه. شما برای خود همسر نیو و کیف و صفا میخواهید. نکاح موقتی چی معنی دارد؟ عاقبتش چی میشود معلوم است. زینوکاریت رو با دید پوشانیده میخواهید، اما این کارو خدا نمیبخشد. بخدا میدونی چی؟ این جسارتی تو، این با عقلی تو مرا دیوانه میکنه. رفتیم. مادامی که این خیلی میخواهی. مرحمت گلم، رفتیم. به کجا؟ از همه رسم ترین نکاح رسمی رو کردنی رفتیم گلکم. مگر من گلکم رو میرنجانم. کدام نکاح رسمی رو که خواهی همان رو میکنیم. گلی من، بیا رفتیم. جواب نمیدهد بیناموس. حمدی زودتر. خوب شدش جناب. چی شد حمدی؟ جناب به فکرم چرخ ماشین کفید. زود حل کنید. بلغ زند. زود چرخ رو برار. چه خیل این رو کردی؟ چه خیل؟ مادرت مگر به تو یگون عبرت نداده؟ چه خیل این گناه رو کردی؟ چه خیل؟ خونه دار میشویم گفت مادر. وعده کرد که به خواستگاری من میآید. خواستگاری می آمده است. تو
چیها را فکر کردی؟ دختری به عقل من، دختری ساده من، اکنون با این شرمندگی من تو رو با همین روز بوایه رسوندم. حق هستید مادر، چیزی که نگوید حق هستید. مرا کشید مادر، شما هم خلاص شوید، من هم. قیچی رو از دستت بردار. نمیخواهم با این شرمندگی زندگی کنید، نمیگذارم سرتان خم شود. دیوانگی نکن، پردار قیچی رو از دستت. نزدیک نشوید، حقتون رو حلال کنید. سردی نمیخوایی دلی من از قربان نده؟ چقدر خودکشی میکنی؟ تا مادر میشوی بعد همش رو میفهمی. التماس مرا تنها نگذارید، التماس مادر جان. مادرها هیچگاه فرزندهایشون رو تنها نمیگذارند. کی است؟ من مریم، در رو گشا. خانم بشر با همدی برای خلاص کردن اوسیه رفتن. انشالله جناب بشر اوسیه رو گرفته می آید. من هم اومدم که شما رو به خونه‌مون برم. رفتیم. من زود لباسهایم رو عوض کرده می آیم. یمالی! 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 در رو کشو یمالی! یمالی! در روش کنه! خوب نگاه کنه! گیر اینها رو بگاه زود نکاح میکنیم، هم رسمی و هم غیر رسمی. از من میشوی. مرا فهمیدی؟ گلم. بگاه باز برای تو یک لباسی عروسی زیبا میگیریم. جانم کسی نیست. کجا باشد این ابله؟ جناب خاموش باش. جناب بشر، دخترم تو رفته در ماشین شین، من حاضر می آیم. تو چی کار کرده ایستاده یمالی؟ چی کار کردم جناب؟ احمق، دختر را گرفتن از چی منو دارد؟ چقدر گرفتن؟ یعنی یتیم آرهن مفلس می باشد. بیناموس، این دختر نامزد دارد، تقاطع دارد، مگر خبر نداری؟ نه جناب، نامزدی رو ویران کردم، گفت انگشترین رو پرتافتم. گفت این دختر در قربان توی بوده، عروس است. اگر در وقتش ندیم همه نقشه روان کردنی یراق رو ویران میکنی. میدونستم مگر میکردم. ابله، عقل و هوشت در دختر است. باز و تو باور کرده اداره کردن پولم را دادم، زمین را دادم، ماشین هایم را دادم، باز آمده دختر را میگیری؟ نه جناب، من نمیدونستم، مگر من خیلی خطا میکردم. انا دختر در آنجا میتواند گیرید. البته میگیرم. گوش کن، آمدن مالها چی شد؟ همش خوب است جناب، از سرحد گذشته ایستادم. خوب حمدی، وقتی که مالها می آیند نگاه کن، تو نگهبان آنها باش. خوب شده جناب. گوش کن یمالی، اگر به اجازت من
از قفای یگان زن میدوی یا یگان کاری نادرست میکنی جزایت رو میدیم. فهمیدی؟ معلش. خوب. اکنون اداره پول رو من به عهده میگیرم. جناب پول رو من ناز نگاه کردم. خاموش! چیزی میگویم همون رو میکنی. رفتیم حمدی. آه دخترم، آه دختر زیبایم، برای چی از من کمک نپرسیده به این خیل کارها دست دادی؟ اگر به سرت یگان چی می آمد؟ نخواستم که از برای من شما به بلا گرفتار شوید. به همین خاطر چیزی نگفتم. مگر این خیل می شود؟ من به جای پدرت هستم، باید به من میگفتی. البته از من کمک میپرسیدی. ترسیدم که به خالم و روحیه یگان چی رخ میدهد. خواطر نشو. اکنون وای حیوان به کسی ضرر نمیرساند. من ادبش رو دادم. خدا از شما راضی باشد. دخترم، این انگشتری را دیگر از انگشتت نبرار. اکنون چهرت را کشو. آخر پگاه توی داری. عروس میشوی، عروس. خدایا. چی شد؟ پگاه برای نکاح کردن ابد گرفته بودیم. اکنون چی میشود؟ خواطر نشو. من البته همش را حل میکنم. دختر رو گرفتی، خزینه رو گرفتی، باید این کار را نمیکردی، بشر نمیکردی. اکنون میبینی به سرت چی بلاها میبیارم بشر. نام من یملی باشد میبینی. حالا گمرک است. سردار یک خبر مهم دادنی هستم. بله، با ماشینی رقم 85 دی 712 با مقدار زیاد سلاح و مواد مخدر از سرحد گذراندن میخواهند. همین روز، بله همین روز سردار. خاله. آسیه خوب هستی؟ و شیطانی رزیل به تو یگون کار نکرده؟ خاله جان خواطر نشوید، من خوبم. این کار رو چه خیل کردیه؟ چه خیل خودت رو به آتش پرتافتی آسیه؟ اگر جناب بشر نمی شدن چه کار میکردیم؟ خوبم خاله جان، غمگین نشوید. جناب بشر در وقتش اومده رسیدن. بشر، باز پدریت رو نشان دادی. پدری با شفقت یتیم ها هستی. آیشه، چه خیل آنها چنین کارهای بد را به خود روا میبینند. نمیفهمم. غم نخورید، ادبش را دادم. چیست داده؟ اینجا خانه توی دار است. پگاه توی داره. همه به کار خود. زود باشید، رفتیم. مانده نباشی سرجانت. تشکر سردار. چی شد؟ با ما معلومات دادن که از اینجا کاروان مواد مخدر میگذرد. سردارت کیست؟ کمال سلچوق سردار. حالا کجاست؟ سردار او کمی ناراحت شده رفت. فهمو. مایلش وظیفه فرماندهی رو من اجرا میکنم، اما به جایهای خود. ماشین رو کمی ایستارون. چی شد؟ در پیش دید بانگاه هست. همه وقت هم اینجا میستند؟ نه، مثل هر وقت نیست. زود از ماشین فرامدنت لازم است. در باغش چی هست؟ باغش خالی است، چیزی نیست. کوبید.
اما با قفا زودتر. نارنجک پروانه سرژانت خوب هستی؟ طاقت کن سرژانت، طاقت کن. یعنی همین مالها را عسکرها گرفتند؟ کاری خوب نشد. جناب در آنجا هیچ وقت دیدبانگاه نمیشد. با آنها خبر دادند. مراد چیکار کرد؟ پیش از دیدبانگاه از ماشین فرامده است. دیگران را باشد کشتند. خوب نباشد. حمدی این عملیات نه آنقدر خوب گذشت. پگاتوی است. همه پلیس ها از پشتمان می شوند. جناب علاقمند بودن شما را اثبات کرده نمی توانند. یملی از این حادثه خبر دارد؟ نمیدانند جناب. از کجا می داند؟ عقل و هوشش تنها به دخترها است. مرا گوش کن حمدی. پگاه از یملی باید پولهایمان را گیریم. پگاه عسکرها به نظارت می برایند. بهترش در نظرشان ننماییم. خطرناک است. من یک نفر را می دانم که در نظر هیچ کس نمیتابد. کی است؟ آسیه. زود او را به اینجا بیار. رفت. تو چه خیل از من اجازت نگرفته خود سرانه از پیش خود این خیل عملیات میگذرانی ها؟ سردارم عملیات ناگهانی رخ داد. با وجود عملیات با موفقیت به انجام رسید. همه مالهایشان را به دست گرفتیم. عسکرها در عملیات شهید شدند. همین است موفقیت. خون شهیدان در زمین نمیماند سردارم. مادام که با قاچاقچی‌ها سر و کار گرفتی من تو را به سرحد به ناحیه یمندگی روان میکنم. وظیفه به جای نود مبارک باشد لیتنانت. لیکن سردارم لیکن پکین نیست. بعد از این به قاچاقچی‌ها اجازت نمیدهی که در دیه‌های ناحیه یمندگی دخل دارن چشمشون را کشویند. به اجازت من حتی سلاحت را تازه نمیکنی. امرهایم را همین خیلی اجرا میکنی. سرژانت ابراهیم. سردارم. سرژانت ابراهیم در اداره ناحیه یمندگی وظیفه‌دار می باشد. در سرحد با قاچاقچی‌ها مسئله جدی دارد. او را در آنجا کمک میرسانی. در آنجا غیر قانونی هر خیل کارها کرده ایستادند. آنها را منع میکنید لیتنانت. وقتی میروید به لیتنانت کریم درباره وی ناحیه معلومات بده. اطاعت سردارم. و ببینید به عملیات امروزه یگان علاقمند هست یا نه. مرا فهمیدید؟ خوش شده سردارم. سردارم من گفتنی هستم که در اینجا حالا لیتنانت به خود بیا. در خدمت حربی از کی باز رتبه پایان امرهای رتبه بالا را سوال جواب کرده است. میتوانید بروید. روید. آسیه حاضر با یملی گپ زدم. پگاه با روحیه رفته عریضه نکاح را پس میگیرید. پگاه نروم نمی شود. آخر پگاه توی دارم چه خیل می شود؟ دخترم سحر بر وقت رفته بر میگردید. نترسید. به یملی درسشو دادم. نه به تو نه به روحیه ضرر نمیرساند. امضایت رو مونده برگرد. همش خوب می شود. میلش خوب شده است جناب بشر. شما چیزی که میگویید همون می شود. من هم سحر بر وقت روحیه رو گرفته می روم.
شب خوش. شب خوش. باز یک چیز در دست یملی یک امانت است. آن را گرفته میاری دخترم؟ مالش البته میارم. شب خوش. شب خوش. مرا خوب گوش کن. برای پول را گرفتن آسیا را به پیش تو روان کردم. یک جزدان خوب یافته پول را در آن گذار. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. باز آسیا گویا برای رد کردن نکاح می رود. گویا که امضا کنی می رود. تو کاری کن که نفهمد. پول را به جزدان گذاشته به دستش ده. مرا فهمیدی؟ خوب شد است جناب. جناب بشر به شما زنگ زدن برای بیکار کردن قید نکاح. رفتیم امضا میمونیم. جناب بشر به من زنگ زد، لیکن آمدن تو شرط نبود. من حل کردم. خوب نباشد. یک امانتی جناب بشر در دست من است. با شما دهم گفت. قریب فراموش بکردم. دهید میبریم. یک دم ایستید بیارم. سردارم همینجاست. من کنی رفته یملی رو پرسم یگون چی میدونه یا نه؟ یملی؟ کی بود است این یملی؟ سردارم یک وقتا با ما همکاری میکرد. اگر عملیات دیروزه با مواد مخدر یگون علاقمندی داشته باشد او میداند این را. دیگر نام مادر رو هرگز به زبان نمیگیری. مادرت هم تو را و هم ما را ترک کرده رفت. Uzak olmuş, dertli doğmuş, mahzun olmuş, yetim gönüller, yetim gönüller. Ana گیرید امانت رو. گیرید. رای صفحه. مرحمت سردار. چی میخواهید؟ چی را به دخترها دادی؟ چی میشود؟ چیزهای دختر را نه دیگر چی میشود؟ دیروز در ناحیه یک عملیات ضد مواد مخدر شده است. گوشی تو این خیل خبرها را زود میشنود. در این باره چی میدونی یملی؟ از کجا میدونم سردار؟ من در اینجا یک غریبی که با دکان خود سر و کار دارم. این خیلی چیزها از کجا به گوشم میرسد؟ فهما. به من ده اوسه. سرده روحیه من خودم میگیرم. سرده گفتم. سرده آخر من خودم میگیرم. آخر سرده من عبدالله. پیش از اون نگاه کنی نمیشود. اوه دختری زیبا، بسیار عجیب. این مراتب چیزی در دستت بوده را به سرم نزدی؟ اگر آمانه نمیشد که ها به سرت میخوردی خورسن شف. آدمی رو که حیاتت را نجات میدهد چنین می نداری بیان میکنی. در درونی وی چی است؟ چی کار داری؟ رفت کار خودت رو کن. سردارم چیزی رو نمیدوند. میتوانیم رویم. سردارم کار تمام شد؟ تمام شد سردار. چی میگوید؟
хабар надоштааст сардор. ҳало духтарҳо ҳозир баромаданд. чӣ хеле ки гуфтам диққат кунед. чӯстонро ба ман биёред, фаҳмидед? кани акнун ҳунаратонро бинам. чӣ хеле ки мегӯянд қаҳрамони асосӣ дар охири бозӣ мебарояд. акнун вақти ямалӣ омад. вай сарбоз ки буд? اوро میشناسی؟ از کجا میشناسم رویا؟ یک بار وقتی به دیها اومدنم از نزدم برآمده بود. من چی کار دارم با عسکر؟ تو دختر یکای اورهان نیستی؟ اگر خواهید ما شما را با دیها میبرم. نه تشکر، ما اتوبوس رو انتظار میشویم. اتوبوس ویران شده است، آن را تعمیر میکنن. شما مگر نمیدونید؟ اوسیا بیار شینیم. امروز توی داری، بازدیر نکنیم. این موشه به کجا می رود؟ یک دم صبر کن. گمسن براننده ماشین را نگاه دارد. چیکار میکنه؟ چی؟ صبر کردن نمیتونی؟ دارد ماشین را دارد. سرده ببینی رویا سرده رویا سرده با تو چی شد؟ خوب هستی؟ کمک کنید. التماس دختری خالم در آن ماشین است. کمک کنید. سرجان تو با دختر باش. سردارم. سرده گفتم به تو سرده او تو چقدر زیبا بوده یا؟ من دختر را بیا رفته. استا این قدر سروسیما نشم؟ چی شد دختری زیبا؟ راه گم کرده؟ ها؟ نزدیک نشوید. از دست من تو رو کی خلاص میکند؟ ها؟ برای چی تو ازم نگریزی؟ ها؟ کجا میروی جانم؟ کجا؟ تو رو یکم کس خلاص نمیکنه جانم. به شما گفتم نزدیک نشوید. خوب هستی؟ با چنین آدمان رابطه کردن عاقبتش همین است. تو چی ها گفته صدایی؟
باید بدی همه رفتیم. باور کردم با ماشینش نشستیم. نباشد به این خیل آدم ما چی کار داریم؟ باز امروز من توی دارم. آسیه روحیه خواهرکم خوب هستی؟ خوب بسم خدا چی خیر. روحیه اون روح زن ها امانت جنابی بشر رو دوزیدن. یک لحظه باز چی خیل امانت؟ گوش کنید شما چرا پنهان میکنید؟ تو چی ها گفته ایستاده ای ها؟ ما اصلا چی پنهان میکنیم؟ گناهگار اساسی رو از دست دادید. رب آنها رو داشته سوالهایت رو به آنها بدیم. با ما حقی بازپرسی کردن رو نداری. فهمیدی؟ چی کار میکنیم؟ کارمون بسیار است لیکن وقت کم داریم. مایلش ما شما رو تا خونه تو میرسونیم. البته. تشکر زیاد. تشکر زیاد. مرحمت. رفتیم. بیا آهسته احتیاجا. تشکر زیاد. رفتیم روحیه دیری میمونیم. این دخترها چیزی رو میدانند. معلوم است که چیزی رو پنهان میکنند. کمی صبر کنیم همش رو میفهمیم. چی رو پنهان میکنند سردار؟ تنها همین که دختر عروس میشود. این رو هم از اینجا گیر. خوب شده است. زودتر. آسیا دخترم چی شد به شما؟ جناب بشر وقتی که بدی همی اومدیم به یک ماشین ناشینا سوار شدیم. بعد به ما حمله کردند. ما رو از ماشین پرتافتند. قریب که اوسیه رو میکشتند. بعد به امدادمون اسکرها اومدند. اگر اسکرها نمیشدند ما رو میکشتند. اسکر شد فهمیدم. اسکرها در وقتش این سرزمین رو از دست داده بودند. در پیش من آنها را تعریف نکن. امانتی که عملی برای شما داده بود اون رو هم گرفتند. تو چی میگویی آسیا؟ در داخلش یگان چیزی مهم بود؟ نه اونقدر مهم بود. خوب مایلش شما زودتر آماده شوید. مهمان ها در راه هستند. زودتر. ابلهی بیناموس با من نغمه بازی میکند. یملی ابله تو را میکشم. آدم ها را جمع کن و یملی ابله را تا نکشند و پولهایم را نگیرند بر نگردند. با این عقل کوچکش جزای کارهای کردهش را میگیرد. حل میکنیم جناب. او را بسیار عذاب داده کشید. از بشر قرطه سلام رسانید. خوب شده جناب. ماشین های توی در راه آمده ایستادند. یراق ها را آماده کرده به ماشین های توی جا بجا کنید. یگان خطاگی نشود. به همه این کارا تو جوابگر هستی. خوب شده است. زود از بیکار شو. ابله بی‌ناموس اکنون جزایت را میگیری.
نهایت رسیدیم. تبریک میکنم. این کار تموم شود تیزتر خلاص شویم. اسکرها تفتیش میکنند. امانت ها در جای خوبند؟ در درون صندوق های شیخ در زیر توفه ها. انشالله از سرحد به یگان مانع میگذریم. حجت ها من یک بینم. از دهه یمندگی عروض میاریم. در اینجا هدیه های تویی از سردار. مبارک شود. تشکر. سردارم در اونجا سیلا بود. برای چی با اونها اجازه دادید که روند؟ ماهی کلان ابراهیم. من از پسی ماهی کلان هستم. خانه تویدار رو باز یک بار دیگر زیارت میکنیم. نهایت رسیده اومدیم. شکری خدا. عروس تو هستی ها؟ عروس او هستو، اما تو کی هستی؟ من آواز خان مخصوص برای توی آمدم. یعنی سراینده؟ میتوانید این خیل هم گویید. مایلش من رفته آموده شوم، تنها برای تبریک کردن در آمدم. من آواز خان مخصوص برای توی آمدم. شد روحیه بس کن. تمام. آمدن. خوش آمده. خوشبخت باشید. خوش آمدید. مبارک شود. خوش آمدید. خوش باشه. خوش مبارک شود. تبریک میکنم. خوش آمدید. خوش آمده. مبارک شود. خوش آمده. کنی بینم یزنم کی بوده است. روحیه؟ در پیش مردها چی کار میکنی؟ توبه توبه. مادر جان آخر من داماد رو دیدن میخواستم. این خیلی ممکن نیست. عیب است. رفت پیش اوسیه. او رو تنها نگذار. روحیه چی کار کردی؟ او رو دیدی؟ نه ندیدم، چون که مادرم اجازت ندادند. عیب بوده است. گفتن که روحیه در نزد مردها چی کار میکنی؟ بعد من هم رفتن نتوانستم. من هم یک مرتبه دیدم. زیخ نشو. بیا با بالا رویم. با کجا؟ رفتیم با داماد گپ میزنیم. نه یگو کس بیند عیب میشود روحیه؟ هیچ چیز نمیشود. رفتیم. روحیه نه گفتم عیب است. این خیلی باشد تو در اینجا ایستا. من داماد رو گرفته میارم. روحیه عیب میشود آخر. هیچ چیز نمیشود. روحیه من نمی نوشم. در آنجا مونید. تو خوشبخت بوده ای. عروست خیلی زیباست.
салом язна. Ман духтари холаи Осия. ман думуд нестам, думуд дар дохил аст. бубахшед. худо ба шумо ҳам иншолло насиб кунад. مراد این کارو چی خیلی میکنی؟ تو پدری کودکی من هستی. روحیه چی گپ شد؟ در اینجا چی کار میکنی؟ مراد پدری کودکی من هست. مراد دوماد شده نمیتواند، مرا پرتافته نمیتواند. مراد دختری دوست داشته این مراد روحیه بود است ها؟ تیار شو زودتر این کار تمام شود. من هم همین رو میخواهم جناب. دامولا آمد، برای نکاح انتظار است. شما مهمان ها رو دعوت کنید، من حاضر می آیم. چی گپ است جنابی بشر؟ ما در کجا هستیم؟ آرام شو روحیه، همش رو به تو میفهمونم، اما اول آرام شو. من برای این ده خدمت زیاد کردم، برای منفعتم آدم زیاد کشتم، توی های قلبه که تشکیل کرده دخترها را فروختم، قاچاقچی کردم، به تروریست ها سلاح دادم. اما یک چیز عجیب در آن است که بعد همه این کارها بجایی که مردم از من نفرت کنند، برعکس در گرد و اطرافم جمع می شوند. آنها همیشه در نزدم هستند. آنها حقیقت را نمیدونند. همیشه مردمی عادی در پس شخصی توانا هستند روحیه. اگر توانا باشی آنها را چقدر پایمال کنی، پس زنی هم همان قدر به تو سجده میکنند. من هم همین راه را انتخاب کردم و مردم اینجا هم به من سجده کردن را آغاز کردند. اکنون یگانه قوت و حاکمیت من هستم. هر آن چیزی که پیش راهی مرا میگرفت از بین بردم. اکنون یگانه کسی که پیش راهی من برآمده است این تو هستی. درو سردارم، برای خانه بشر رو جستجو کردن اجازت گرفتن نتونستیم. دوستهای خیلی پرقوت دارد.
ана ба ту иҷозатнома, сержант. ассалому алайкум. хола روحیه در کجاست؟ نمیدونم. به فکرم شکمرو شده است. یاری دید! یاری دید! یگان کس هست! کمکم کنه! یگان کس هست! دومالله با خواست خدا نکاح را آغاز کنید. کجا بودید؟ یک کار برآمد همانجا بودم. من رفته روحیه رو یفته میویم. بلش. خوشبخت شد. چقدر زیبا هستی دخترم. خوشبخت باشی. تشکری زیاد. نبر التماس نبر التماس میکنم نه نبر خواهش میکنم نکن این کارو من صاحب فرزند نشدم، لیکن خدا به من فرصت داد تا که بسیار یتیما را پدری کنم. همسری دوست داشتم همه وقت مرا دستگیری کرد، همه وقت در برم بود. تشکر به شما. با تو نکاح موقتی داشتیم تمام شد. اگر با نکاح موقت فرزنددار شده باشم این پول را گیرو دیگر در نظرم ننما. این دختری تو برای چه صاحبی نمیکنی؟ خودتیلی مادرم ابلهی به ناموس. شما را با خاندار شدنتان تبریک میکنم. با شما خوشبختی و سعادتمندی آرزومندم. آقای داماد، میخواهم صاحب فرزند زیاد شوید.
چرا آمده؟ چی میخوای؟ خانه رو میکوبیم. معلومات گرفتیم که در این خانه سلاح غیر قانونی است. کی اینو به شما گفت؟ شما خبر نادرست گرفتید. به هر حال تفتیش میکنیم. رفتیم. ایسته. اجازت نامه دارید؟ آن را دیدن میخواهم. در اینجا انتظار شوید. من این را به جناب بشر نشان میدهم. اجازت ندهید که یگان کس به خانه درآید. تشویش نکش. هیچ کس. اوسیا همه وقت با تو هستم، نترس میلش. بعد از این در زندگی یک جو میمونیم. تو به من باور داری؟ آنها لایق همدیگرند. جناب، عسکرها اومدن، میخوان خانه رو کوبن. چیکار میکنیم؟ چند نفرند؟ 5 نفر. اجازت نامه هم دارن. با بچه ها گپ زن که زودتر آماده شوند. سلاح و ماشین های توی زودتر براه برایم تا عروس از خانه نرود، هیچ کس داخل خانه نشود. فهمیدی؟ خوب شد است جناب. زودتر از پیکار شو. میلش. راه دراز است. هوا تاریک نشده، شما هم بر وقتتر براه براید. تو با این اجازت نامه قلبکی در پیش دری خانم نوبداری کردنت را راهبرانت میدانند. اکنون اگر نخواهی که رتبه هایت را گم کنی، خودت و عسکرهایت از نزد خانم دفع شوید. جمال، شما با مرکز روید. اطاعت سردارم. اینجا بیا. مالها، ماشین ها و عروس کمتر پس براه میبرایم. زود باشید، زود باشید. چی گپ شد؟ برای چی اینقدر سراسی من؟ عسکرها از چیز شبه دارند. گرد و اطراف را نظارت میکنند. باید هر چی زودتر مالها را رمان کنیم. زودتر. زود باش. چی شد سرژانت؟ سردارم، این آدم در اداره‌های دولتی شناسهای زیاد دارد. قلبکی بودن اجازتنامه را زود فهمید و غیر از این به من تهدید کرد. اکنون چیکار میکنیم سردارم؟ این آدم‌ها مالها را هر چی زودتر از سرحد گذراندن میخواهند. چخیل نفهمیدم سردارم. زود سوار شو. به سرحد میرویم. عسکرها جایهایشان را گیرند. با راهبرمون خبر رسونیم سردارم. وقت نداریم سرژانت. خاله، روحیه در کجا است؟ از وقتی نگاه تا حال در هیچ کجا نیست. همه خانه رو کوفتم، در یگان جا نیست. تا روحیه رو نبینم از این خانه نمیبرایم خاله. آماده هستی آسیه؟ من به هیچ کجا نمیروم. جناب بشر، روحیه از اول نگاه سر کرده تو حاضر نیست. همه خانه رو کوفتیم، در هیچ کجا نیست. آسیه هم برای روحیه رفتن نمیخواهد، برای دیگر چیز نی. خدایا، مریم، یک دختری کلان کجا شده میتواند؟ با او چی واقعی رخ داد دست رفته او را میابم؟ ایست، بهوده نکوبه. روحیه رفت. چیگر شده است؟ وای، جوان دوست داشته روحیه نامش چی بود؟ مراد؟ بله، مراد در وقت نکاح خواندن آمده بود. با روحیه گپ زده به یک خلاصه آمدن. روحیه آمده از من برای رفتن اجازت گرفت. من همه چیز گفته نتوانستم. خوب لیکن
مراد روحیه رو ترک کرده بود با یک نفر دیگر نامزد شده بود. مراد را پدرش مجبور کرده است. روحیه به من نمیخل گفت. مراد باشد خونهش را ترک نموده است. پس آن با روحیه نکاح کرد. من هم بر ضد آنها برآمدن نخواستم، مجبور شدم اجازت دادم. روحیه تو آخر مرا میکشی. تو چه خیل میتوانی روی؟ همش رو حل کرده برمیگردیم گفتند. روحیه وی هم خونش رو برپا کند. ما هم نمیخواستیم که این طور شود، لیکن با دوست داشتهش رفته است. بیایید داماد رو انتظار نکنیم. رفتیم. آسیه میدونم غمگین هستی، لیکن اشک چشم ریختن رو بس کن. من گریه کنند. عروس ها هم میروند هم گریه میکنند. اسکرها تفتیش میکنند. تو رفتن گیر. ماشینی توی را من نمیکردگیستم. من وظیفه خودم را با موافقت اجرا نمودم. ماشین های توی به سرحد نزدیک شدند. نه شما خواطر نشوید. آنها را در سرحد هیچ کس بازداشته نمیتواند. راهی سرحد را بندید. تفتیش کنید. چیکار میکنی پدر؟ تو خواطر نباش. من حاضر حل میکنم. سردار چی گپ شد؟ یگان خطا کردیم یا سرعتمان بلند بود؟ کابند؟ سردار ما یک کاروانی توی هستیم. پسرمون رو به یک دختر خانه‌دار کرده به خانه همون برمیگردیم. در اینجا یگان خطا هست؟ میبینیم که یگان خطا هست یا نه؟ در اینجا چیزی نیست. در اینجا هم چیزی نیست، تازه است. سردار چخیلی که گفتم چیزی که ما نداریم چخیل میوبید. حجت هایمان هم تازه درست است. نگاه کنید همه ای حجت ها هست. عسکری بالای ماشین بارها را کشاده ببین. سردار نکشایید. خاصیتی بد دارد. باری عروس رو کشادن ممکن نیست. در دیه همه گپ میکنند. التماس اجازت دید ما رویم. چیزای عروسی کلین است آخر. سردار التماس امروز توی من است. اجازت دهید گذره. همسرم در ماشین احوالش بد است. باور کنید چیز غیر قانونی نداره. فکر میکنی که با بهانه توی چیکار کردنت رو نمیدونیم؟ شما چی ها گفته استادای سردار؟ عسکر صندوق را کشا. عسکرها شما احتیاط کنید.
محافظت کنید. کمین گیرید پرانه. زودتر از اینجا را بگویم. زن و کودکان رو گرفته به جای بیخوف برید. جمال دقت کن جمال، همش میگذرد. صحت میشوی جمال. جمال 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 مریم یک دقیقه ایست. من هم پیش تو آمدنی بودم. چی شد اپای شریفان؟ نمیدونم خوب است یا بد است. در سر زمین از زیر پاروها گردنبندی روحیه را یافتم. این از روحیه نیست؟ در درونش رسم دختری تو و یک جوان است. تو بیخبر گرد. روحیه، سرم رو خم کردی در نزد مردم. این موسو است؟ چه گپ شده استوده است؟ جوابی من کردن و کفت و کاب کردنی کاروانی مرا میدهی از کار. هر سال از این دولت نفرت انگیزی تو همین خل مال ها را میبراریم. سلاح ها را به تروریست ها و دخترها را باشد و رئیس های آنها میفروشیم و تو یکان کار کردن نمیتوانی. چون که در تاریخ دولتی تو مانند ما آدم ها بسیار هستند. متاسفانه شما از آنها عبرت گرفتن نمیخواهید و مانندی بشر مردی پردل باشد دیگر یکان خل دشمن برای شما لازم نیست و من حاضر به دولتم با سری بلند می درایم. عسکری جسوری ترکیه در پیش پایم. به او نگاه کنید. روید مال ها را جمع کنید که می رویم. این بیرق ترک ها چنگ پای افضالمان را خوب می گیرد. زمین افلاسی اینها پای افضالم را افلاس کرد. این بیرق را گرفته بیار.
دستای افلاست رو از بیرقم گیر. باز با بیرق من دست رسوندنیه ده؟ اجازت نمیدیم خواهین. ایستا چیزی که میخوایی میدیم. حتی دختری که از دیها گرفتیم میتوانی گیری. پولی بسیار میدیم. التماس مرا نکش. اگر مرا کشی دولتم جواب این را از تو و از همه شما میپرسد. سرده مرا. التماس مرا رها کن. نکش. خواهین این رسیل. اوسیا سردار اجازه دهید با همسرم سرحد رو عبور کنیم. خواهش میکنم سردار مانند ما گذریم. سردار سردار مرا مجبور نکنید. سردار مانند که ما گذریم. تو قاتل هستی.